алло. алло. Бале, салом алейкум. мо дар пахши зинда гап задистем. تازه داخلی پخش زنده شدیم. بله بفرمایید. صحبت‌های قبلیتون رو ما نفهمیدیم چون شما بیرون از برنامه بودین. حاضر در پخش زنده هستیم. بفرمایید. وای خدمت حربی در برای مادری که فرزندش خدمت کرد، پس آن از وی طلب کردن پول، پس آن دزدی کرد. بله. برای مادرم آسان نیست، برای که مهنت کرد از فرزند کلان کرد است، به یک روز این امید به خدمت داده است. بله. و هیچ یگان انسان نمیخواهد که فرزندش یا دزد باشد یا که آدم کش باشد یا گرچی باشد. کدام مادر میخواهد که فرزندش همین گونه باشد؟ بله منطقی. و برادر من هم خدمت کرد، مثلا 2 سال خدمت کرد، آمد به آبرو در ناحیه لنوباد خدمت کرد. بله. نه سوق سالمت 2 سال خدمت کردن آمدن. خدا را شکر یگان ویش نشد، نه خدمت کرد آمد. خدا را شکر. خیلی شاید نصیب همین مادرم همین خیلی بوده است، یا که خیلی کی میدوند این کار چه خیلی شده است. آیا همو کماندیرم پول خواسته است نخواسته است، این را هیچ که نمیدونم. مثال ما هم اینا ما فرزند، مثال ما فرزند داریم، من مادر هستم. یک سوال، جسدی سرباز هم میبیورن لطوکوب کدگی همه جاش سیاه عکساش هست، اگر باور نکنیم من میگذارم که چون اینجا شاید کودک هستن یا شندیدگیم. وقتی که جسد سربازی لطوکوب شده را میبیورن در برابر این لطوکوب کسی جواب نمیتیه، آیا همین هم تقدیر همون مادر بود؟ نه این تقدیر مادر نیست. چیکار کنن مادر مردم ای دستش چی میبیوه؟ این مادر ای دستش چی اومده؟ پس برای چی هست؟ حکومت هیچ کار کردن نمیتونه. پس حکومت برای چی هست در همینجا؟ وظیفه یک حکومت، فونکسیای و حکومت چی هست؟ چی رول بازی میکنه؟ حکومت هم هیچ کار کردن نمیتونه. برای چی نکن چیکار کردن میتونه؟ مثلا این یگان کس همین مادر یگان کس یاردم کرده است. مثال یگان کار کرده است. من اول یک سوال میتونم، شما از تاجیکستان زنگ میزنید یا بیرون از تاجیکستان؟ ما در غربی هستیم. یگام جا تحصیل کردن یا کی نه؟ قبلا؟ نه تحصیل نه، من تو صنف نه خوندگیم. نه که یعنی یک سوالی عادی منطقی اپا جان، یک سوالی عادی منطقی. فرزند شما کودکای خورد دارین، 5 تا 3 تا هر چی که نباشه، یک گناه میکنه در خانه همسایه، همو همسایه به سر همو کودک میبیه که به سر پدر؟ به سر پدر نمیبیرد، به سر مادر میبیرد. به سر مادر. خب به سر مادر دیگه طبیعی است که رئیس جمهوری ما زن نیست که بگیم به سر مادر بیا، به سر پدر میبیرن. در حالت رحمانوف چون پدری خاندان است، چرا در این قضیه فرزند نظر نمیکنه؟ اگر هر یک تیور امام علی مثال وای پشتیبانی کند، این تاجیک مردای تاجیک وابشه تاجیکستان وابشه وای میکنن، ویران میکنن. ای پشتیبانی کردن ویران کردن است جان. وقتی که اگر من فرزندی ما یک گناه کنه، فرزندی ما اگر من گناه ای را پوشانم، فردا روز دیگه آدم میکشه. اگر نه دزدیش ما پوشانم، نه مسئله گناه و دزدی اسمونه پا جان. من براتون گفتم سربازی لطوکوب شده ای که اعضای بدن سیاه است، آشکار است، وقتی جسدی بجاش به مادرش تحویل کرده میشه، یعنی تسلیم میکننش. ایش هم دیدیم خشمونه گرفتن. سالدت بچه زنی که یک پسر داشت، پسر در زندگیش 1 تا پسر داشت. خب همو پسرش در خدمت میکرد. خب همو پسرش کشتن. در همو بچه که کلانی که آبازی میکنن سالدتو دوش میگیرن، در همو پرت افتن. خب ای پیش قضیه کی میگرده؟ کی بگرده؟ یک مادر تنها کی میگرده؟ پس مقامات قدرتی، سود، پروکراتورا، دادگاه، حکومت، پارلمان، بیلوخه دستگاه اجرایی، بیلوخه پرزیدنت چیکار میکنه در این حالت؟ اکا وقتی پول داری جنگل شوربا میگه. این اخلاقی است کسی که همین گپ در همین فکر است. من میگم او عقل سالم نداره. وقتی
کمیته داشته، گوش کن، پروکراتور حاضی- داشته، سود داشته، وزارت داشته، نمیدونم پرزیدنت داشته. وقتی که سوم میگوی جنگل در شوربا و نمیدونم آشومن تو میگوی، نه، این پس همش حاضی همش سوم در همین روسیه. اگر تو 1 مینوت اگر پول نداشته باشید در جای خودت نمیوی، در جای خوردن تا خب نمیوی. دیگه همین شما خیلی هست. به مسئله دنیایی باور ندارین، گذاشتین مسئله تقدیر و نصیب. آیا تقدیر رسان، تقدیر دهنده که پروردگار است ما میگیم، درست؟ نه. آیا نعوذ بالله همین قدر ظالم بوده است که بالای سر اون مادر این قدر ظلم آورد؟ همین قدر ظالم شما قصه میکنی پروردگارا؟ من هیچ وقت پروردگار را پس ظالم چرا حساب سر نمی‌کنم. مادر در ظلم برای میگه میگه چی که تقدیر بوده است؟ مرا خالق، من ای خاک تولد شدگیم، من ای خدا زور شده نمیتونم. هر پس چی که چرا خدا ظلم در من بالای روا تقدیر و نصیب دیدگی، میاره من پروردگار همو در را جا ای گناهگار خدا میشه؟ برای میبینم. چی؟ شاید مرگ هموی که سعادتی که وقتی که کشته خداوند میگه من شد، غفورم، حلیمم، رحیمم، مهربانم، کریمم، به بزرگی یاد میشود. در 99 اسم پروردگار در جای خردترین ظلم ذکر نمیکنه. وقتی بالا یک مادر بزرگترین ظلم بیا، پس چرا پروردگار را گناهگار میگیم، نصیب و تقدیر میگیم؟ برای چی؟ این مرگ چیزی دیگر است، کشتن چیزی دیگر است. اپا مرگ الهی یک چیزی دیگر است که الله میغلطه میبره، آدمی هست ماشین میزنه میبره، آدمی هست که در راه کشته میشود. با کی باید وقتی یک نفر انا که بیا من با سرقانون میگذارم دیگه، تقدیر و نصیبم بازی میکنین و دنیا رو هم. وقتی که قانون اساسی میگه که کسی دنیا خودش همه خیلی، این دنیا رو خودمون همین ساختیم. وقتی که قانون کشور میگه دنیا همو دنیاه براز، دنیا همو دنیاه اکا، نه دنیای دنیا نیست. دنیا همو دنیایی که قبلا همو دنیا با خودمون اومدیم دنیا را گفتیم دنیا این خیلی، دنیا هیچ خیلی نیست. دنیا تغییر نمی‌کنه. دنیا همو خیلی، دنیا همو دنیا که زمانی پیغمبر بود همو دنیا رفته است. انسان ها تغییر یافتند، دیکتاتورها زیاد شدند، این گپ شما هم درسته. چیکار میکنی؟ چیکار کردنش در کار؟ خب سوال دنیایی برات میتونم، سوال دیگر قیامتی را که نف گفتین. سرقانون کشور میگه که کسی را از آزادی محروم کردن نمیتونه. قانون کشور میگه، درست؟ وقتی که در خدمت حربی یک جوان زیر لط و کوب قماندان کشته میشود، در اینجا قانون کشور پایمال نشد؟ بله پایمال میشه. پس چرا کسی جواب نمیتونه در نزد قانون؟ باید در نزد قانون جواب داده چرا جواب نمیتین؟ گناهی کی هست اینجا؟ اینا ای همو آدمایی که مثلا پشتیبانی میکنن ای همو پرسی. آخه شما هم همین قیتا خورده است که میگه اگر من خودم مثال اگر من خودم مثال یگان وای میشیدم، یگان پروکرور میشیدم، همه خیلی ظالما را میگرفتم، همه خیلی ظالما را من سود نمیکردم، کلاش من گو بره میگرفتم، نو کشال میکردم. پس چرا مسئول همین ظالما رحمانوف است همین کارو نمیکنه؟ هیچ کار کردم میتونه؟ هیچ کار. رحمانوف وظیفه‌اش چی است؟ نمیتونه هیچ کار کنه. وظیفه‌ش بکنه نه که نمیکنه. نمیدونم چی با نمیکنه. از این برمیاد که حکومت رحمانوف فرسوده شده است، درست؟ هر یک جوانی که مثال هر یک مادری که غم داره برای فرزندش، این مسئولیت در چی امام علیه. بله. حق نو حق باید امام علی وای فهمد. چرا این خیل شده است؟ چرا این خیل کردین؟ باید یا همش از طرف قانون باید امام علی جواب. چرا نمیکنه پس؟ چرا؟ همین اصلی هدف نمیگین، میبیارین در نقطه آخر میخوایم بگین نه که نمیگین. چرا همین خیلی میشود؟ چون که رحم نداره در بندش، رحم نداره در خلق خودش، رحم نداره. دیگه از همین گپ باید بگین اپا. درست است. ظالم است، در درست؟ خلق خودش رحم نداره. اگر رحمی داشت، رحمی داشت. اومد روسیه اومد، مسکو اومد. رحمی داشت، خلق خودش میبرومد، گپ میزد. هیچی نمیگو. مثال یک گپ خوب میزد که مردم خلق خودش ای همو امیدوار میشیدن. بله. بله. پس همون فکری ما همون خلاصه ما که اینا ظالمند. این ظالم است.
وای از این همه در نزد خداوند جواب گفته میشه. هر کی چی کاری که در این دنیا کرده میشود نزد خداوند جواب داده میشود. کسی خوبی میکنه، کسی بدی میکنه، در نزد خداوند خوب باید، خوب پرزیدنت، خوب مایور، خوب گنرال، همه در نزد خداوند جواب میده. ما شما هم در برابر او جواب میتیم اپا. بس از او مسئولیت نگریزین. واقع بین باید شدن در کره است. اصل گپ باید بگیم. درست است؟ سلامت باشین. تشکر زیاد. زنده باشین. خدا نگهبان.